انا دوستان عزیز ما از زیر آب از تک کشتی بالا برآمدیم. انا اینجا اولین مراتبه پخته کردن از چایکه ها آموختگی. وقتی که اینا ماهی زیاد میخورد اشکمش دم میکند اخلاق دم میبرد آب گرفته رودی اخراج کننده فرستادگی با ماهی ها اشکا میبرد صحت میشد. من از طبیعت گرفته پخته کردن یاد میگیرد آینده یکی از عامل های سالم گردانی با اصول دکتر طاهری این پخته کردن است. ها انا ببینید چه رقص بازی پرسندگی است. دوستان صدقه و ستاره من نوشیدنی خنک هست با طعم آناناس رفعتش میکنه از دریازدگی جلوگیری میکنه. لیوان $1. اگر کسی میل داره بگه براش بریزم. بریزم؟ چی؟ کیا میخواد؟ نوشیدنی ودکا گفته داشتیم ودکا عرق آه نه چی میخوای؟ شراب هست بگو شراب با کباب نوشیدنی با آناناس کسی میل داره؟ نه خبیره کلام میکنه آناناس چی؟ آناناس؟ خب من میرم پایین توضیحات بهش بدم. انا جور کو منم گیر همه طرف منم هستم و خیلی میشم سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی دنیا